Hello 187. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم بریم یه بازی بهتون معرفی کنم که واقعا بازی عالیه و پیشنهاد میکنم که بازیش کنید و حالش کنید. فقط شما باید به یه چند کد DNS دسترسی داشته باشین که الان خودم بهتون میگم با اون برنامه که برین توی بازی و این بازی که شما میتونید از مایکت هم دانلودش کنید. شما باید بریم وارد مایکت بشین. بچه نکن همین رو سرچ کنید. ببینید نبرد مدرن. حالا بچه حالا که من نصبش کردم بچه اینش نبرد مدرن آنلاین. بچه یه دونه لاسلویت نور گمشد. حالا بچه من تو اینم برین نصب کنید. واقعا اولیه وزیش نکن فیلتر نودن. خب نبود سلام تو هرچی با وی پی بریم چه بدون وی پی اصلا نمیاره تو ست. بعد تا دوباره ست میشه با اون کسی که نبود. خب بچه ببینید بچه یکشم این بازی که میگه دانلود لاست لایت توش یه دونم آشوب، یه بازی تفننی تخیلی که شما باید نصبش کنید. حالا بچه ما با اینه کار نداریم. اینو چون یه دقیقه زود بوده مجبورش کن چون من اینو میذارم دانلود چه. حالا بهش که شما گذاشتیم بچه دانلود چه. بچه شما رفتین که اینو نصبش کردین به این داریم که بری از فروشگاه نصبش کنید. بچه بعدش که داریم میاین دیگه چویسی مال من یه دقیقه سود بازش کنم چون شما اینجا رو که کلیک کردین میره خودش نهایتا داره میبرتتون. بچه شما با اینا کاری ندارین، یه بار از اول میاین میرین توش. بعدش که اومدی بچه بیا این کد DNS که میزنم خودم. خب بچه خودم چون باگ دیگه یه نوع باگ میخوره براتون ولی بازم دور. خب بچه ببخشید لیتس گو برو بریم. بچه اول از همه شما وردم که بازی شدید بذاریم من اینو ببرم اینجا. خب وایسید بازی کمی روند خودش باید بازی کنم. چون میبینید اینجا من الان با DNS اومدم و میبینید که خیلی رد ناکامش به شما میارن نصب دیتا ولی شما هیچ دیتایی نصب نمی کنید. حالا بچه من اصلاحا یه اکانت جدید ساختم. اگه میخواین اکانت جدید منو ببینید حتما این لایک رو تا 5000 تا برسونید و من اکانت قبلی مو توی موزی بهتون نشون بدم. اگه بهتون نولشم حدس بزنید بهتون 5000 CP رایگان بهتون میزنم. نکنم بچه CP این بچه اینطوریه دیگه. بچه نکنید وقتی وارد بازی میشید همینطور. خب بچه شما میرید تو سیتینگ که رفتی اینو گزینه رو فعال میکنید. از اینجا هم که بزنید میرید اتچمنت میچینید. اتچمنت نه هاد. شما میبینید الان من نول 5 میخوام برسم به این بچه. خیلی الان من اکانت دارم تو بس خیلی دارم و نزدیک به 5 تا اکانت نول دیگه. 3 تاشو میگم 2 تاش خیلی واقعی یعنی اون 2 تا شونو گفتم اولسم بگی بیدارم. شما ببینید چون من بریم باید بازی بشید بچه. همین گرافیک میکشتتون گرافیک عالی. من خودم الان استراحت داشتم میمردم. برو پایین دیگه بچه. حالا ما اسنایپر میشیم. حالا بهتون بگم اسنایپرش هم چطوره خوبه یا بده. حالا بچه مشکل از نتتونه. حالا باز نکنه مشکل از نتتونه چون الان نت منم دیده دیگه خودشونم داریم میبینید ولی حالا به سختی بازش کرد.
فایر اینم بچه اینطوریه. بچه دیدین نزد این مشکل از نت شماست. دیدین بچه دیدین الان باید شما ببینید بچه ببینید الان دیگه تخت ببینید بچه دیدین چقدر بد میزنن. حالا یه شما بد میزنید از چون به روند بازی میتونی بکنید. بچه وای ببینید بچه بردیم و با قهرمانی هم بردیم 11 بر 9 بردیم. بچه انصافی بگم این منم حالا دارم در حال دیدن هستین هر چقدر بریم جلوتر. بچه بیا نویل 5 شدیم. هورا بچه های گل نویل 5 شدیم. الان میتونیم بریم چند بازی دیگه هم بکنیم. حالا بچه مثل بتل رویال این چیزا. حالا بچه شما باشون کلوی ندارید یه کلوی ایمنی میده این چیزا. نویل 5 بچه این باز میشه و شما برید یه نقشه کشی بازی میکنید. بچه من الان همه بازی رو میدونم اسمشون رو میدونم همشون رو میدونم. حالا با شما کار ندارم بریم حالا ویدیو رو ببینیم بعدش بهتون بگم. بچه ببینید این هم مثل کالاف دیگه. میبینی این روشو میبینی. حالا بچه شما باید بریم اینجا چه حالا آرمی نقصده این نداره شما بگیرید. تمام شد بچه بریم اون یکی رو بگیریم. let's go. اینجا واسه ما شده. اینجا واسه ما شده به دوزا بالا. رفتش شما با این کار نداشته دلش کنید. شما میبینید الان من چرا نمیتونم بزنم. میبینید
ببخشید این قلم یه دقیقه گرفت من خیلی میکنم به هر حال بچه اون 250 مرد بچه میبینید همین هر حالی که همین هر به همین حالی که میبینید اگه بکنی منو بیان بکنی واقعا بردی داداش نترس منو بده داداش نترس بیا چون میبینید الان نیت من بده خودکشی بسم الله بچه خودکشی که کنید از نل خودت چون میگه 250 به 81 بردیم بچه حالا اینجاش بچه پینگ من رفت بالا ولی ایبی نداره بازم نفر اول میشین اگه بیشتر از 3 تا کیل بگیریم بازی حساب میکنه حالا نمیگه حساب نمیکنه چون ولی خیلی Bye. saçmalama da benziyor. Hemen cicak diyorsun. بچه گل بچه این نویل 21 این نویل 21 میشه سخته آی 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 چه اگه از این ویدیو خوشتون من لایک کامنت دوبالیاتون نرید تا یه ویدیو دیگه